مکتب مسکن تعلیم محسوب می‌یابد که روز از روز در حالت پیشرفت قرار دارد. از این باعث روابط بین عائله و مکتب و محله نقشی مهم کسب کرده عهده‌داری پدر و مادر را دوچند افزون می‌گرداند. باید تعلیم و تربیت به هم برده شود، زیرا کسی که تربیت خوب ندارد صاحب خرد و صاحب معلومات شده نمی‌تواند. بهر تربیت اولادی برکمال و سالم نقش پدر و مادر و آموزگاران بغایت بزرگ است. وقتی خالی از درس و یا در تعطیل با میل خود و دستگیری والدان برای باز هم مستحکم نمودن دانش از برنمودن کسب و هنر، مرکزهای تعلیم در این جاده فعالیتی با ثمر میبرد. امسال من یک طلبم نویم سنف مخردل نامش در الیپیاده ولایتی یکم جای را گرفته آمد. هر سال طلبام های تا 20-30% در دانشکده های عالی ازبکستان داخل می شوند. مؤسسه تعلیمی مانده جدا هم شفقاور درس های شفقاور میگذاریم. برای همین هر یک خانه ها مانده تلویزیون، کامپیوتر، پروژکتور ها شرایط جدا بای کتابخانه داریم. کتاب های همین طلبه در کاری بوده که هر یک کتابی ادبیات های ما رسانده میستیم. به غرض وی من خودم هم برای طلبام ها الکترون کتاب‌های الکترونی آوره برای طلبه همین شرایط چیکار کنیم رسانده استفاده کنیم. می‌خواهم که در مؤسسه تعلیم ما این زاید هم فن‌ها شده، تو گرخ‌های خیلی زاید شده. همین خلق انگرین یوشش اینکه همین فرزندانش با علم شدنش رو می‌خواهم. طی بیش از 2 سال آخر با تشبث سرور کشور عاید بلند برداشتن مقام و منزلت آموزگاران و مربیان قرار و فرمانهای نو جاری شد. تعلیم باشد روند مخصوصی مقصدناکی تشکل یابنده بوده. در رفت آن خوانندگان دانش، مهارت، ملکه پیدا می کنند و جهانبینی خود را انکشاف می دهند. این حالت علل خصوص در گروه های مخصوص یعنی محفل ها که پس از درس مشغولات های خود را می برند نظر رسند. Hello for everybody who is watching us. Now I want to tell you about myself and introduce. My full name is Mezalieva Zarina Hasanovna. I am 15 years old. This year I will be 9th grade. So if I say about the period when I come here, when this study center had opened, I come here to learn English correctly and correctly. So in the future, my main ambition and the biggest my purpose is that learning English correctly and take a nice exam. After that, maybe I come here to teach students like my teacher. So at the end of my speech, I want to say that I am so grateful for this study center and thanks for our director Hamdam Tony. در دوام 1 سال و 3 ماه 3 شاگرد برآوریم. یکی از آنها سرتیفیکیت بین‌المللی کمبریج اسسمنت B1 گرفت و خدا خواهد بعد از امتحان‌ها داخل مکتب کانادا میشد و دوی آنها دیگر سرتیفیکیت بین‌المللی IELTS سپرده گرفتن و آنها به عقش خوندن میروند. اینا ختم کننده های صنف 11 مکتب های 17 و 10 در شهر ما بودگی. در دوام همین کارهای کارسازی ما این بچه ها پر از در زبان انگلیسی گپ زدن آموختند. البته من در آینده باز بیشتر و مقصدم شاگرد برآورید. مقصد اساسی معلمان دانش چقدر دادن به بچه‌ها در این بنا می باشد. در مرکز تعلیم برای خاطر پرورش و انکشاف نسل آینده چاره‌های ضروری اندیشیده شده است. معلمان صاحب تجربه از هر جهت کمال یافته از استفاده متدهای گوناگون به خوانندگان دانش هنر می آموزاند. همه بزرگان عالم تحت تأثیر تعلیم و تربیت آموزگار به درجه بلند رسیدند.
дар ин ҷо шогирдонам синни 5 сола 6 солаҳо мебошанд, 4 солаҳо ҳам меоянд. дар муддати 3 моҳ онҳо хонданд, навистанд ва ҳисоби китобро меомӯзанд. дар ин ҷо мо бо забони тоҷикӣ ба фарзандон дарс медиҳем, меомӯзонем ва то ба мактаб онҳо рафтанд аз илму дониш хабардор мешаванд. аҳли ҷамоаи ин маскан мувофиқи талаботи давлат корбурд истоданд. آموزگاران و شاگردان نه فقط تعلیم می‌دهند بلکه آنها را در روح انسان دوستی، خشتم پروری، طرز لباس پوشی، آداب شین و خس، گفت و گذار تربیت می‌نمایند. بی‌شبهه در این جاده خودشان نمونه عبرتند. من در همینجا تعلیم میگیرم. کسب دوزندگی به من معقول. اینجا در جای استقامتی من نزدیک بودم. من به اینجا کسب دوزندگی باز هم مستحکمتر برای یادگیری آمدم. در اینجا معلمه به ما این کسب را خیلی خوب یاد میدهند. در اینجا همه انجام‌های به دوزندگی در کاری هست. ما در اینجا برای دختران لباس‌های ملی هم میدوزیم. هر یک دخترک این صاحب این کسب شدنش لازم. برای همین من هم در اینجا آمدم. من به این مؤسسه آمدنم به 3 ماه شد. در این 3 ماه من همه پسندیدگی‌های سیاست را فهمیدم. معلمان شرافت به ما همه پسندیدگی‌های یاد دادند. این پسندیدگی یاد گرفتن هر یک برچه دخترک. بغیر از این معلمه به ما آداب سخن گفتنی، مهمان نوازی، خود چیکار داشتن را یاد دادند. پدر و مادران از فعالیت مرکز تعلیم قناعتمندند. آخر فرزندانشان از وقت خالی با ثمر استفاده میبرند. اضافه بر این صاحب دانش، هنر و سرتیفیکت میشوند. پسری خوردیم، من هفتم صنف دوم میکنم. مکتب خودش رفته میبیاد. یک روز اینجا با انگلیسی میبیاد، یک روز عربی به. کلینم بیکار نشناخته، کلینم دخترم دودگیم عربی کورسش بخوندم به. خدای من 1 سال باز خونده، من سرتیفیکات به سازوار شدم. فرزندانم کوچند بیکار چی نمیگرن. بعد از درس من کلینم بام دخترم بام ناس کی وقتی خالیش ننده همین چوی یاد گرفت سکن زبانوی همین چیک شده شدنش برسه خرسندیم. در فعالیت قریب 2 ساله مرکز الکی نتیجه های خوب به نظر می رسد. زبان آموزی طالب علمان در درجه عالی است. علل خصوص زبان های خارجی چون انگلیسی، عربی و روسی. Я учитель русского языка, учитель высшей категории, спецстаж 30 лет. Я проработала в школе номер 7 в одном месте 30 лет. А сейчас, в данное время, я работаю в учебном центре. Да, я коренная ангренка, я родилась в Ангрене, училась в России 5 лет, вернулась снова в свой родной Ангрен и начала работать учителем русского языка. Я очень люблю свой предмет. Наш город с самого начала был многонациональный. Здесь живут люди разных национальностей. Таджики, узбеки, русские, казахи, каракалпаки, татары, немцы, корейцы. Вот сколько, какое богатство собралось народу в нашем городе. Что хочется сказать? Наша Родина и наш город, и наша столица –
Это такое прекрасное место, где мирно и дружно все нации объединяются. У нас мирное небо, равенство, братство, счастье. И счастье вот этих детей, что они вот разные национальности собрались в нашем учебном центре. Они любят русский язык. Это мировой язык, и они хотят его знать. Это наше будущее, будущее Узбекистана. Я думаю, что это будущее, золотое будущее. Потому что я горда, что преподаю русский язык. И думаю, что они научатся и принесут пользу нашей родине. اهل جماعی مرکز تعلیم چه در کارهای تعلیم و تربیه در کارهای جماعتی هم فعالند. اکثر چاره‌بینی‌های مرکز فرهنگی تاجیکان را با اشتراکشان آباد نمودند. محبت نسبت وطن مادر، زبان مادری، عنعنه‌های ملی در جسم و جانشان موا گرفته است. بچه‌ها خواهند 3 ماه، خواهشمندان 6 ماه، خواهشمندان 1 سال در دوام 1 سال زبان عربی را نوشتن، خواندن، ترجمه کردن را از خود میکنند. اگر خواهشمندان اگر خواهند دوام میتین، بعد یعنی دانشگاه ها برای داخل شدن تیار میکنند. یعنی امروز با ما خیلی شرایط ها مهیا کرده شد. اون حروفاتی که اجدادان ما در آن با آن حروفات ایجاد کردند، فرزندان ها تعلیم گرفته ایستادند آن حرفها را. و در آینده همان کتاب هایی که آنها تالیف کردند تحقیقات برده کشفیات ها کردنشون ممکن می شود. شاگردان ما از ازبک ها، از تاجیک ها، از تتر ها هم هستند. آمده تعلیم گرفته ایستادند در زبان عربی را. الحال در شهر انگرین ولایت تاشکند هم زبانان ما برابر دیگر ملت های مسکون دیارمان دوست و برادر با هم پیوند امور بسر میبرند. در مکتب های تعلیم همگانی در زبان مادری امان تعلیم و تربیه میگیرند. در تمام جبهه های زندگی فعالانه فعالیت دارند. علم و دانش هر کی آموزد چند، بین مردم می شود قدرش بلند. گرچه آموزش علم تلخ است و زهر، حاصلی آن می شود شیرین چو قند. نشاندادهایی که خوانندگان امروز به ما داده ایستاده‌اند به ما نهایت معقول است. سبب این است که دانش آنها روز به روز بلند شده ایستاده است. سبب اساسی آن در همین مسکن استادان نهایت صاحب علم را ما به کار قبول نمودیم. مقصد اساسی ما به خوانندگان سعی و کوشش دست جمعی آموزگاران و پدر و مادران است که آینده ما نسل نورس در محیط سالم و عائله اتفاق تربیت یابد و با نزدیکان و همسالان خود معاشرت خوب دارند. اینها نهال سرسبز را میماند که برای فردا ثمره نیک دادن آن شبهه نیست.